تو سال 2025 وضعیت اینجوریه. بعد شما میگی بچه داشو؟ سال 2025 ولی باید با آفتاب خودمون رو بشوریم. با این میخوای باسن مبارک بچه‌ت نکنه بشوری. سال 2025 ولی باید آب ذخیره کنیم برای روز مبادا که نخوایم مثل زمان قاربارک میرزایی نمیدونم که با سنگ و کلوخ خودمون رو تمیز کنیم. سال 2025 باید آب اینجوری تا زیر سقف قابلمه ذخیره کنی که اگه دستت کثیف شد بتونی بشوری. ظرفا رو که نمیتونی بشوری، غذا که نمیتونی درست کنی. سال 2025 باید بریم باکس آب معدنی بخری، تو خونه داشته باشی که اگه بچت آب خواست حداقل بتونی نیاز اولیه‌اش که آب رو براش فراهم کنی. بعد میدونی وضعیت چی میگه بچه نمیخوای بیاری اولیه دومی، بچه روزی رسونه. نه عزیز من خودم روزی ندارم، من آب هوا که نیاز اولیه یک انسان رو نداریم. بچه بیارم که بهم 4 تا فوش بده اونم بدبختش کنم؟ توی که مال دهه 20 30 40 و حتی 50 هستی التماست میکنم نشین عروس دختره فک و فامیلتو جوونا رو نشین نصیحت کن که بچه بیارید. اومدم یه لیوان آب از خونه شما واسه بچه‌م آوردم. کونه بچه‌ام بیام خونه تو تمیز کن آب بشورم؟ یه ذره فکر